صبحتان بخیر باشد دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. چه خالی که در جدیدی هستید. رنگ مالینه توفتی سنگیم کلوب نیکه ما هم باشه. همین سهر کتی رفته بودم ده خون بازار. اینم خیلی یک تغارش کیلو 6 سومی کلوب نیکای خشروک مایده مایده کم باشه با مزاک домашний بگیم با مزاک خشرو وقا ما فکر کردم 6 سومی که اون درونش بزیبایی که نه همش سختی خشرو چی میکنم همیر هم ماشه جدا کردم یک ساعت زیاد ما همیر جدا کردم چیشونا گرفتم برگکاشونا کتی کونکاشون گرفتم بعد اینجا شکرم خرید آوردگیم 3 کیلو شکر کیلوی شکر 11 و نیم سومانی اینم خیلی از یگان تا مایده مایده ایرا جدا میکنم. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. روزی سعید جمعه به هر یک شما مبارک باشد. خدا روزی پرفیض و پرقرار باشد. دعای هر یکی ما و شما قبول گردد. در همین روزی سعید جمعه دعا کنید به همه بی فرزند و فرزندای سالم صالحه و به همه بیمار و شفای کامل عطا فرماید خدا جان. و من خیلی چیوشه مایده مایده ترکوی سخت ترکوشو میگیرم در اینه عدل نه بعد دیگه اوشه چور بولاکی میکنم بعد ایورا همونتا چی میاندازم زنده میاندازم. اینم خیلی نیت دارم این روز نصیب باشه بانکای وارینی کردنیم سیزونش اومده. یک دوستانی عزیز هر روزه یک بانک دو بانک کده محکم کده موندم میگیریم انشاءالله که با همراه شما. ما یک روز بود ویدیو نکرده بودم برای که وای فای من راستیش اینترنت من تمام شده بود. قشلاق که رفته بودیم گفتیم از نمیگذرانیم آمدیم با آمدیم بیکار نشدیم. اینترنتی نو پیوست میکنیم انشاءالله که همین روز هم افیر میکنم هم دیگه چی ویدیو پرتفتن میگیرم. به هر شما دستگیری را فراموش نکنید. علاجش باشه با وی پی این تماشا کنید. اینم خیلی دوستان عزیز تا آخری ولاگ با ما باشید. خودش که بس که کلوبنیکای شیرینک خشرای برای امو شکر و بسیار نمیاندازیم. ما امی همسایمون در طرف قرغان میکدک چی میکدک 1 کیلوش تا 1 کیلو شکر میانداخته. ای 45 سومن داشتید 6 کیلوش چند کیلو میشه؟ 7 کیلو زیاد میشه. 7 کیلو زیاد میشه کمترک برای امو جدا کردم. مامی 6 رو نممکن چیش موندگی باشه. کلوبنیکای نیم خیلی تازه چیش مونده باشه و کنکا و برگکاش 1 کیلو زیاد خرید میبروی باید تاش چی میبروی کو خیلی کلوبنیکای دست میزنی در آب بیزیب شدم میگیره. یاد تاش بیزیب برومد با همین 1.5 کیلوش چی برومده بگیم پچاقش برای ما از این خیلی خشرکاشو میگیرم بعد ایسنش ریزه میکنم باید ایقا خوردن بوده که یادتا نیمته ایسنش ریزه میکنم بعد شکر زده میمونم. آز بادا باری تغاره ممکن گپ بزنن دوستان عزیز. تغاره را ما خالی کردم تازه کده ششتم با گشته برداشتم. ممکن است یگان تاش بگن که هم تغاره دا گشته برداشته نه ایره ما ششتم تازه کده با گشته برداشتم. نمی خیلی دوستان عزیز دوتا سیتا کدم شوانه و شکر یک جایه کدم تا همین شکراش آب شیده و آب رو وردنش میسته ریزه کدنم در علاقه آب رو ورده ایسته بود. بعد نمی کم ترکم خیلی گرفتم. اینو میدونم چند بانک میشه بوشوان 2 بانکای کلونو یا 2 تا مایده میشه هم میشه برای که 1 کیلوش یک بانکای 1 لیتر میشید. برای ما 3 بانکای 2 لیتر میشده با 1 گرم ممکن زیادی کنه. این خیلی آوش برامده است از آوش دستیم او میکشوی خودش در وقت میسته یا ساعت نیم ساعت میسته بعد سر میکنیم یک جایه. دوستان عزیز و مهربان اینم خیلی شکرش آب شده. موزی در اینه کاسرولم میاندازم 4 لیتر میاندازم میجوشه دم میکنه کف میکنه 4 لیتر میاندازم بعد همون 3 لیتر بشه
یا بانکای 2 لیتره قطعه 1 لیتره محکم میکنم با دویم بارم خیلی 2 بار محکم میکنم نصیب انشالله از این میاندازم با نشون میتیم. اینه میخواد دوستان عزیز بفراتونه با آب میاندازید بعد شکرشون با تابی خودتون تیار میکنید. ایولی ترشکه ما چی میکنم شه یک تا نیم تا برگه کش مونده ما از چی میکنم شه بعد وقتی که جوشید قریب تیار شدن شد با شکرش بعد توغری میکنم. بفراتون آدرک بیا آب میاندازید. ما از همیده 1 گرم آب نانداختم برای ما از یک بجوشه بعد با دوامش میبینیم. اینه را بیامده مرا ویدیو کدیسه ما دینه در فریزه کرده دختیم بیا کرده چطور نشون بده اینه ای کرده خودم زیادی کدگی بود چه خیلی که اینه را در خودم در آسینو میکنم گفته گرفته بودم نکدم و در فریزه کدم خیلی کرده چی ده که مرا ویدیو کدیسی اینه هوای ما افتابک شده همیشه تا روزه رد برق شده خیلی تو که رد برق میشه ما تندر چراغک میگیم دیگه نمیدونم چی میگن او دا بالای پیلته برای وی خالش دیسته یا آواز نبروی فریزه میترسه اینه باز هر کتی خستیم نیم خیلی افتوی همین شروعی کده که ما فکرم ایشا چند جا رو سیب شوشته بود برای که میره ها پری لایقه بودن که ما هر کتی برو مده بودن. دوستان عزیز و مهربان چه خیلی که گفتم میرزه اینه خیلی دم میکنه باید تکشا بکوی یا که بولای پیلته یا بفلورشه با تکشین میشه با گشته میمونشه بعد این خیلی پینکاکاشو میگیریم دوستان عزیز شروع کرده میگیریم ما 1 گرم آب نداختم خودش همیقه آب رو ورده بفراتونه آب میندازید نفراتونه نه خیلی با کلوبنیکای تاجیکستان بخچه آبیم هم خیلی آب داره کن خودش آب میشه نگاه کلوبنیکا را چه خیلی آب شده نمیخواه دوستان عزیز پخته بگیم میشه خشروی ویدیش ایجاد نمیایی آخه سرخی خشرو شده یا 10 منوت دیگه میجوشه بعد بانکادا میبرداریم این بانک محکم کنه که من فریزه بانکا رولی محکم کنه چه خیلی میکنیم ایره نداختم ایره نمیدازم اینجا خودش کلان داره. عزیزم مهربان چه خیلی که گفتم دو بانک میشه نه برداشتم محکم کردم موزیکم ترک جوش بدنه هم چی بگم تنکتر عوضی قبیسه با غاوس میشه با اینم خیلی دیتش محکم کردم موزی با میاندازم ایره میاندازم با 2 تای دیگه میشن خیلی یک کلانه یا مایده دیگه با آخران ده بندشان میتیم دوستان عزیز. دوستان عزیز و مهربان علاقه بگه شده ما یورا عبید محکم کرده بودم چه خیلی که دیده بدید اینم خیلی ما برای اینترنت رفتم اینترنت پیوست کردیم خدا را شکر ساز شروع اینم خیلی در اینجا باشه ولاگ به پایان میرسانم حتما که تیار کنید شما هم ورنی بنوید خیلی خشرو پاویدو خشرو پافکوس خشرو خوردم یک کاسش چه خیلی که گفتم یا تا 1 لیتر دیگه میشه نشید 1 تا کاسه پرشید خیلی کودکو خوردن چشیدیم به مزاق اینم خیلی خدا نگهدار هر یکی ما و شما باشد خیلی دوستان عزیز.